عملی نمودن معیارهای کیسوچ با ما امکان داد که پایه‌های استوار جامعه و دولت را سازمان دهیم، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را تحکیم بخشیم، شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را مهیا سازیم. بنابراین پیشنهاد می‌نمایم که سال 2024 به افتخار این صحنه بسیار مهم تاریخی سال معرفت حقوقی اعلام کرده شد. وقتی که خطی تو در عمل پیدا شد، خطی تو بهار سرنوشتی ما شد، از هستی تو برای خوشبختی ما، صد قانون دیگری وطن انشا شد، صد قانون دیگری وطن انشا شد. شهر قانونی ما شکوهی هر انجمنی، 30 سال شدی نامه بختی وطنی، هر سطری تو سطری سرنوشتی وطن است، شهرنامه بختی تاجیکستانی منی، شهرنامه بختی تاجیکستانی منی. در عالمی آزاده قانون صدقه، 10 بابو بسد ماده قانون صدقه، هر سطری تو چون کلامی یزدان زیباست، در شأن خدا داده قانون صدقه، در شأن خدا داده قانون صدقه. شهر قانونی ما شکوهی هر انجمنی، 30 سال شدی نامه بختی وطنی، هر سطری تو سطری سرنوشتی وطن است، شهرنامه بختی تاجیکستانی منی، شهرنامه بختی تاجیکستانی منی. کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب استقلال که زمینه اعمار دولت مستقل ملی و پیشروی تمام جنبه‌های حیات مردم کشور را فراهم آورده است، یکی از دستاوردهای مهمترین ما میباشد. ما پیروی پیشوای ملت گشتیم، اهلی هنر و اهلی صداقت گشتیم، با نامه بخت و خط قانونی وطن، پرورده صبح صلح و وحدت گشتیم، پرورده صبح صلح و وحدت گشتیم. شهر قانونی ما شکوهی هر انجمنی، 30 سال شدی نامه بختی وطنی، هر سطری تو سطری سرنوشتی وطن است، شهرنامه بختی تاجیکستانی منی. شهر قانونی ما شکوهی هر انجمنی، 30 سال شدی نامه بختی وطنی، هر سطری تو سطری سرنوشتی وطن است، شهرنامه بختی تاجیکستانی منی، شهرنامه بختی تاجیکستانی منی، شهرنامه بختی
تاجیکستانی منی